سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اداره جاسوسی ترکیه در تاجیکستان به دست افتادن یک آدم گیولین را تصدیق کرد. حکم زندان 4 ساکن لکت در پی جنجال پرسر و صدای لطوکوب میلیسه ها. اویله مرو ویران کرد. در ریگر یک جوان خوشدامن سابقش را چند کارد زده است. از 3400 تا 81000 سومانی جریمه 7 کس برای 2 توی و معرکه در طربخانه یک سرای. ششم هفتم اکتبر هوا در تاجیکستان یک بار سرد شده، در وادی ها باران، در کوه ها برف میبارد. و اکنون تفصیلات خبرها. تشکیلات ملی استخبارات ترکیه روز 5 اکتبر سال 2023 با نشر یک عکس لکه در دست آنها قرار داشتن عضو فراری تشکیلات روحانی دگراندیش ترک فتولو گیولین را تصدیق کرد. گیولین و تشکیلات او به دست داشتن تشکیل تبادلات دولتی ناکام در سال 2016 عیبدار می شوند. خبر در قلمرو تاجیکستان به دست افتادن و الکی به ترکیه آورده شدن کورای ورال را به خبرگزاری دولتی ترکیه منابعش در تشکیلات جاسوسی این کشور تصدیق کرده، همچون دلیل عکس ورال را ارائه کردند که در دستانش زولانه در زیر پرچم‌های دولتی ترکیه ثبت شده است. کورای ورال در قلمرو تاجیکستان در نتیجه همکاری با مقامات حفظ حقوق تاجیکستان دستگیر و با رعایت شیوه‌های قانونی به ترکیه استرداد شد و یا او را خود تشکیلات ملی استخبارات ترکیه مستقلانه در حدود تاجیکستان تعقیب و بازداشت کرده و به ترکیه آورده است. رسانه‌ها قبلا با تکیه به منابع غیر رسمی خبر داده بودند که کورای ورال صبح 7 سپتامبر سال 2023 با هواپیمای شرکت ترکیش هوایولری از دوشنبه به استانبول آورده شد. خود ورال و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه مقامات امنیتی ترکیه ورال در سالهای بود و باشش در تاجیکستان چندین بار به ایالات پنسیلوانیا امریکا رفته به واسطه از فتولو گیولین دستور می گرفت. گیولین از سال 1999 در اجرت اختیاری قرار داشته در ایالات پنسیلوانیا به سر می برد. تشکیلات جاسوسی ترکیه همچنین گفته است که کورای ورال بعد در تاجیکستان به دست افتادن و به ترکیه آورده شدن امسال کوچ یک عضو دیگر فتولو گیولین میخواست از تاجیکستان فرار کند، ولی کارمندان این نیاد پیشدستی کرده او را دستگیر کردند. امسال کوچ سال 1994 در تاجیکستان به سر برده به یک زن محلی خانه دار شده بود. او 11 سال در لیسه ترکیه درس داده، همچون رهبر سازمان علمی و فرهنگی دیالوگ بود. کورای ورال نیز مثل امسال کوچ سال 1994 در تاجیکستان زندگی میکرد و سالهای زیاد مدیر یکی از لیسه های ترکی بود. لیسه های ترکی را در تاجیکستان طرفداران گیولین مبلغ گذاری میکردند. سال 2016 مؤسس رسمی آنها شرکت ترکی شلوله برهم داده شد و همه لیسه های ترکی را در تاجیکستان به مکتب و لیسه های برای خوانندگان با استعداد تبدیل داده زیر نظارت وزارت معارف آوردند. دادگاه شهر استرافشان در پی قضیه جنجال ساکنان دهه لکت با میلیسه ها 4 ساکن این دهه را از 2 سال و 6 ماه تا 3 سال روانه زندان کرد. 2 نفر دیگر را از 6 ماه تا 1.5 سال شرطاً از آزادی محروم نموده است. در این باره نزدیکان محکوم شدگان خبر دادند. مقامات در این باره خاموشی را اختیار کردند. یکی از نزدیکان محکوم شده ها در صحبت با آزیا پلیوس گفت حکم سود یک ماه قبل یعنی 7 سپتامبر سال روان صادر شده است، ولی مقامات به هر رو میخواهند حکم دادگاه را پنهان دارند. از جمله کوشش‌های آزیا پلیوس برای دریافت نسخه حکم سود و یا تصدیق آن از مقامات از جمله دادگاه شهر استرافشان و دادگاه ولایت سوخت به نتیجه انجام یافت. نزدیکان سودشونده ها امروز 4 اکتبر در صحبت با آزیا پلیوس گفتند بر اساس حکم سود جمالالدین رحمتوف 3 سال، دهقان عبدالصمدوف، برهان تردیف و تلند محمد قلوف 2 سال و 6 ماه روانه زندان گردیدند. این چنین دادر جمالالدین رحمتوف غیرت رحمتوف با پرداخت جریمه 1 سال و 6 ماه و اسفندیار اورنبایف 6 ماه شرطاً از آزادی محروم شدند، گفت منبع آزیا پلیوس. همصحبت آزیا پلیوس همچنین پرداخت جریمه رحمتوف را نگفت، ولی افزود با گذشت 1 ماه از صدور حکم دادگاه پیوندان محکوم شدگان به زینه‌های بالای دادگاه شکایت کساسانی نبردند. همین طریق موقع سودشونده و نزدیکان آنها در رابطه با حکم دادگاه معلوم نیست.
قبلا در پی این قضیه مقامات از بازداشت 5 نفر خبر داده بودند. یادآور میشویم که حادثه مناقشه ساکنان دهه لکت شهر استرافشان با میلیسا 31 ماه سال 2023 رخ داد. سبب حادثه گوناگون شرح داده می شود. نخست ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت با نشر نوار گفته بود که ساکنان دهه لکت شهر استرافشان کارمندان میلیسا را هنگام تحقیق یک خبر اپراتیوی لطوکوب کردند. بعدا 3 آگوست احمد مامورزاده رئیس شهر استرافشان حادثه مذکور را شرح داد و گفته بود که سبب اساسی آن معرکه دعوت به ارتش بود. پیوندان ساکنان بازداشت شده حادثه را به طور دیگر شرح میدن و میگویند کارمندان میلیسیا دختر نابالغ را به ماشین خود سوار کرده به صحرا بردند و نسبت او رفتار ناشایسته کردند. پس از فریاد دختر ساکنان اطراف به نزد ماشین جمع شده از کارمندان میلیسیا شرح حادثه را طلب کردند و قضیه به مناقشه پیچیده است. در همین حال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی گفت 14 آگوست سبب مناقشه مذکور را مانعی ایجاد کردن برای نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی نامید. همین طریق فرقت خواجه‌زاده داستان ولایت سوخت ضمن نشست مطبوعاتی گفت دختر نابالغی که گفته می شود باعث مناقشه میان کارمندان میلیسا و ساکنان در دهه لکت شهر استرافشان شده است در عملیات جلب جوان به ارتش اشتراک داشته است. کارمندان اپراتیوی گویا میخواستند توسط آن دختر جوانی از خدمت حربی سرکشیده را دستگیر نمایند. یک ساکن 27 ساله ترسونزاده به قصد کشتن خوشدامن سابقش عیبدار می شود. بنا به گزارشی که شام 4 اکتبر سال 2023 در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد، غیرت قوزی مرادوف سال تولدش 1996 ساکن دهه خوجنقشران در کنار شهر ترسونزاده شب 20 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 23:30 بر او نقاب کشیده با کارد مسلح شده است و با روی پنهانی وارد منزل زیست خوشدامن سابقش اشبوری و محبت در جماعت به نام تویچیف شده زن را که در بستر خوابش خواب بود 5 ضربه کارد زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های جسمانی برداشته فعلا در بیمارخانه تحت طبابت قرار دارد. وزارت کارهای داخله میگوید غیرت قوزی مرادوف سال 2016 با دختر اشبوری و محبت خانه‌دار شده بود، ولی به سبب فرزنددار نشدنشان عائله آنها فرو پاشید و اشبوری و اخیراً دخترش را دوباره به شوهر داده است. به نظر تفتیشات مزمن یعنی به کسی دیگر به شوهر دادن همسر سابقش غیرت قوزی مرادوف را به سوی قصد به جان خوشدامن سابقش تحریک داده است، چون که او در ویران شدن عائله‌اش خوشدامنش اشبوری و محبت را گناهکار می‌دانسته است. خود قوزی مرادوف و نزدیکان او برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیستند، ولی تفتیشات میگوید حمله شبانه او به منزل خوشدامن سابقش وقتی صورت گرفت که نیمه شب بود و خوشدامن سابقش اشبوری و محبت در خانه‌اش امروی 2 نبیره خردسالش مست خواب بوده است. گفته می شود کودکان بیدار شده داد و فریاد برداشتند و داد و فریاد کودکان را شنیده دیگر اعضای خانواده اشبوری فهم بیدار شده به جای حادثه می آیند و قوزی مرادوف از ترس آشکار شدن شتابان رو به فرار می آورد. به گفته تفتیشات از بس که ضربه های کارد به اعضای حیاتاً مهم بدن اشبوری وزده شده بود، جبر دیده در جای حادثه اساش رفته بود و او را در همین حال مدوشی با ماشین یوری تعجیلی به بیمارخانه بردند و او را با یوری طبیبان به هوش آوردند. به ضد غیرت قوزی مرادوف بر اساس ماده 147 غیر قانونی وارد شدن به منزل، ماده 104 سوی قصد آدمکشی پرونده جنایتی گشودند. به او از 8 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک به خصوص کشته شدن همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست می‌رسند. کشتار همسران و سوء قصد به جان آنها در اکثر موردها در زمینه رشک صورت می‌گیرد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. داستان کل تاجیکستان روز 4 اکتبر سال 2023 خبر داد که در نتیجه سنجش پروکوروری وابسته به ولایت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماه آگوست سال روان در طلبخانه یکسرای شهر خوجند حالتهای زیاد ویران کردن طلبات قانون مذکور را
آشکار کردند. چنانچه دیرکتور طربخانه یکسرای شهر خوجند بزرگوف بیروز خوجه تویرویچ سانه 11 آگوست سال 2023 ساعت 29 دقیقه در این طربخانه مراسم توی دامادی و عروسی فرزند عثمانوف را به بستن شرطنامه خدمت رسانی با صاحب معرکه برگزار نموده است. همچنین نام برده روز 15 آگوست سال 2023 در وقت کاری ساعت 13:00 دقیقه در طربخانه یکسرای توی عروسی و دامادی نظرو و یونسوف را برگزار نموده طلبات قانون را دغلانه ویران کرده است. روز 15 آگوست ساعت 13:00 دقیقه در وقت کاری در معرکه توی دامادی و عروسی شهروندان نظرو و یونسوف و اینچنین روز 17 آگوست ساعت 13:00 دقیقه در معرکه توی خانه دارشوی برادر نظیروف که نیز در وقت کاری برگزار گردیده بود شهروند میردادویف غلامجان وایدویچ همچون سراینده و شهروند یوسفوف پرویزجان باعث برنده اشتراک نموده بدون بستن شرطنامه خدمت رسانیدند. بغیر از این برخلاف طلبات قسم 3 ماده 10 قانون تنظیم روز 15 آگوست سال 2023 ساعت 11:00 دقیقه شهروند باباخان و فیروز تیموریویچ نیز در همین طربخانه یکسرای معرکه دامادطلبان دخترش باباخانووا را با اشتراک 72 نفر با دادن 3 نمود طعام برگزار نموده در آن شهروند منانو و ملکه خان همچون سراینده به بستن شرطنامه طرفین خدمت رسانیده است. مأمور طربخانه یکسرای رجبوف فرامند معرکه دامادطلبان باباخانوف را در وقت کاری و به بستن شرطنامه بین صاحب معرکه برگزار نموده است. نسبت نامبردگان از طرف داستان شهر خوجند بر اساس ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان از جمله نسبت به مدیر طربخانه یکسرای بزرگوف برای تکرارا ویران کردن طلبات قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با قسم 3 ماده ذکر شده پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری آغاز کرده شده برای بررسی به دادگاه شهر خوجند ارسال گردیدند. با قرار دادگاه شهر مدیر طربخانه یکسرای بزرگوف به مبلغ 1200 نشان دهنده یا برابر به 81600 سامانی مأمور طربخانه رجبوف به اندازه 650 نشان دهنده برابر به 44200 سامانی برنده یوسفوف به اندازه 750 نشان دهنده برای حسابها به 51000 سامانی سراینده میردادویف به اندازه 750 نشان دهنده برابر به 51000 سامانی سراینده منانووا به اندازه 50 نشان دهنده برای حسابها برابر به 3400 سامانی صاحب معرکه نظروف به اندازه 100 نشان دهنده برای حسابها برابر به 6800 سامانی و باباخانوف به اندازه 110 نشان دهنده برابر به 7480 سامانی جریمه بسته شدند. خود جریمه شده ها برای شرح قضیه دسترس نیستند. قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول شده سال 2017 طلباتش باز هم شدیدتر کرده شد. از جمله قانون‌های عجیب الغریب قبول شده در تاجیکستان است که در مطبوعات بین المللی همیشه به بعد مسخره کشیده می شود. حامیان حقوق نیز این قانون را یک علامت برجسته دخالت مقامات به حریم حیات شخصی مردم و نقض قانون و آزادی‌های انسانی شهروندان تاجیکستان می‌نامند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسان خبر داد که روزهای 6 و 7 اکتبر سال 2023 در وادی‌های جمهوری بارشات شدید پیش بینی شده. به احتمال غالب این بارشات شب 6 و 7 اکتبر در منطقه‌های بلندتر از 2500 متر از سطح بر به برفریزی خواهد پیچید. در اکثر نویه‌های تابع مرکز بارانی‌های شدید و رعد و برق پیش بینی کرده می شود. در برخی نویه‌ها وزیدن شمال سخت با سرعت 20 متر ثانیه نیز پیش بینی کرده می شود. بنا به پیش بینی اگنتی هواشناسی حرارت هوا روزانه از 8 تا 10 درجه طبق جدول سلسی پایین می فراید و سرعت شمال برعکس تا به حد 18 متر ثانیه افزایش خواهد یافت. روزهای 6 و 7 اکتبر در نویه‌های کودامن و کوهستان تاجیکستان فرو آمدن سیل‌ها نیز پیش بینی کرده می شود. بر اثر بارشات شدید سطح آب در دریاهای یوغسو و قزلسو و همچنین در دریاهایی که از قطارگاه‌های ایثار جاری می شوند می تواند بالا رود.
به دلیل بارشات شدید رخ دادن حالتهای فوق‌العاده از احتمال دور نیست. احتمال افزایش صدمه‌ها در راه‌ها بخصوص در راه‌های منطقه‌های کوهدامند و کوهستان، محدود شدن حرکت نقلیات بر اثر خراب شدن پل‌ها و راه‌ها، احتمال زیر آب ماندن نقطه‌های اهل و نشین در صورت تازه نکردن کانال‌های سیل پرتو و درست کار نکردن شبکه زهبورها. کمیته حالتهای فوق‌العاده به خاطر حمایت خانه‌ها و اولیه‌ها از اثرات سیل از ساکنان خواهش می‌کند که تمام جوی و کانال‌ها را در اطراف خانه‌های خود تازه کنند. کمیته همچنین از ساکنان و مهمانان کشور خواسته است که چاره‌های امنیتی را جداً رعایت کرده در این روزها از رفتن به کوه‌ها و جمع‌آوری هیزم و محصولات‌های دیگر که در کوهستان می‌رویند خودداری کنند. کمیته از همه خواسته است که هنگام استفاده از راه‌های کوهستان از احتیاط کار گرفته فاصله نقلیات خود را برای چنین سفرها آماده کنند و حداقل امکان از سفر به منطقه‌های خطرناک خودداری کنند. در صورت پیش آمدن یگان حالت فوق‌العاده با رقم 112 و یا با رقم‌های 93 880 28 19 992 37 223 13 11 به کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر دهند. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلیه دوشنبه روز 4 اکتبر سال 2023 خبر داد که در اساس نوار ارسال نموده یک شهروند از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه راننده اتومبیل تمغه تویوتا رقم‌های قید دولتیش 1122 TR01 شهروند سعدالله عمر سال تولدش 1993 ساکن شهر دوشنبه بازداشت کرده شد. خود راننده برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی میلیسیا گفت چنان از نوار ارسال نموده شهروند دیده می شود نام برده صحنه 2 اکتبر سال جاری هنگام اداره واسطه نقلیات در کوچه قربویف با ماشین خود سفالک‌های آرایشی راه پیاده‌گرد را زیر نموده از جای نامعین شده راه را عبور و قاعده‌های حرکت راه را دغرانه ویران کرده است. وابسته به حالت مذکور نسبت شهروند سعدالله عمر طبق طلبات ماده 346 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده جهت چاره اندیشی به مقامات وکالتدار ارسال کرده شد. راننده تویوتا بر اساس ماده 346 برای توقف کردن و بازایستادن واسطه‌های نقلیات در منطقه‌های استقامتی و ایجاد مانع به حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردان همچون جزا جریمه به اندازه از 1 تا 2 نشان دهنده برای حساب‌ها یعنی به مبلغ از 68 تا 136 سامانی تهدید می‌کند. شام 2 اکتبر سال 2023 تخمینا ساعت 19:30 راننده موتورسیکل بوتایف عبدالرؤوف سال تولدش 1992 ساکن نوع رودکی هنگام حرکت از سمت جماعت دیوت اسمبای به سمت دهه خواجه بلبلان امین نویه به چارهای کلان شاخدار برخورده به زمین افتیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر خاروغ با گمان صادر نمودن جنایت اوباشی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شام 30 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 19:30 همراه 2 نابالغ ساکنان شهر خاروغ در نزد بنای مجمعی ورزشی با نابالغ 17 ساله ساکن همانجا از حیثیت اوباشی به یگان اساس جنگ و جنجال نموده او را لط و کوب و توسط آلات خلنده 2 مرتبه به قسم پای راستش زده است. در نتیجه جبر دیده به سلامتیش جراحت جسمانی برداشته است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه حمدانی با عریضه مرد 30 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 27 سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 14:30 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 31,000 سامانی و 30,000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 35,450 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 29 ساله ساکن امین نویه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است صادر نموده است. اوی به این حالت نسبت گمان بر شونده با ماده 244 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.
тамошобинон азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. Хуш бошед.